سلام عرض میکنم بینندگان گرامی، خوش اومدین به برنامه رهایی. من اینجا هستم در خدمت دوست خیلی خوب، جدید ولی دیرینه، جناب هاشمی، و خیلی خوشحالم که ایشون با این برنامه و اسکیجول خیلی بیزی که دارن محبت کردن و امروز بعد از ظهر رو در اختیار ما گذاشتن که بیان اینجا بهتون پیام ها یه فراوانی و امید بخشی به شما، به خانه شما بیاریم با هم اتفاقا. اجازه بدین سلام عرض کنم خدمت دوست خوبم. من هم سلام عرض میکنم بر بینندگان محترم عصر امروز. من عباس هاشمی هستم و خیلی خوشحال هستم، خیلی ممنونم که جناب آقای سیامک افشار این محبت رو کردن، منو در این استودیو راه دادن که با شما چند کلامی صحبت بکنم. خواهش کنم، لطف کردید شما، خواهش کنم شما محبت کردین به ما، این افتخار دادین واقعا. هاشمی جون، توی راه خدمتون گفتم که من تو برنامه هم یا معتادان در حال بهبودی، الکلی های در حال بهبودی یا خانواده هاشون یا متخصصین امر اعتیاد، بیماری اعتیاد میارم که کمک میگیرم ازشون. حالا شاید دوستان بگه خب حتما این آقای هاشمی یکی از اوناست، ولی واقعا نه، خوشبختانه، شایدم بدبختانه نه، یا متاسفانه، خوشبختانه نه، خوشبختانه ایشون نه معتاد، نه الکلی، نه قمارباز، نه خانواده یک معتاد الکلی بودن و تخصصشون هم یه امری هست متفاوت از اعتیاد، بیماری اعتیاد. دکترای بیماری اعتیاد هم ندارن یا فوق لیسانس دکتر روان درمانی اعتیاد هم ندارن. پس میبینید نه متخصص، نه یک معتاد و الکلی در حال بهبودی. ولی کن من با آشنایی که با شما پیدا کردم متوجه شدم که خیلی نعمت‌هایی، هدایایی، واقعا گیفت در شما هست که اونو ما میتونیم با هموطنانمون سهیم بشیم و شاید حتی بتونیم نه تنها بعضیا که زندگیشون در دارکنس، سیاهی، امید درش اینجا چه، بلکه یه کارهای در رابطه با preventative measures میگن آمریکایی‌ها، پیشگیری. صحبته که شما بگوش یه پیشگیری هم در زندگی خیلی ایجاد کنه که به این مسیر حتی نرن، با شنیدن فرمایشات شما، فلسفه‌های شما، باورهای شما، روحانیتی که در شما هستش، درایتی که در شما هستش، اینا رو لمس کنن، ممکن اصلا نرن که یه معتاد الکلی بشن. حالا خودتون قضاوت کنید دوستان، چرا این جناب هاشمی دوست خوب من که چند ماهی بیشتر، البته دورادور چندین سال میشناسمشون، ولی از نزدیک با هم آشنا میشیم، با هم چند دفعه بشینیم، با هم بریم لیک اروهد که جاتون خالی، حالا ان شاء الله دربارش صحبت هم خواهیم کرد. چند ماهی بیشتر نیست که این افتخار من داشت که نزدیکن، بتونم لمسشون کنم، باهاشون باشم، از وجودشون استفاده کنم، فرمایشاتشون واقعا استفاده کنم، خیلی بیدار شم. بیشتر نگذشته، شاید 2-3 ماه 4 ماه اینطور، ولی چندین ساله که دورادور میدم چه خدمتی در اورنج کانتی به خیلی از دوستان میکنن، چقدر شادمانی به جمع خانواده ها، خونه دوستان ها، زندگی ها، روابط ها میارن ایشون، به خاطر انسانی که هستن و تعهدی که دارن به خدمت گذاری. خوش اومدید. خواهش. اول بهتره که من خودم رو این گونه معرفی بکنم. در زیر سقف خانه‌ات این چند صبا مهمانتم، شکرت به جا می آورم تا این زمان این گونه ام. خاکی تر از خاکسترم و از کمترین ها کمترم، با خار گل ها شادمان، با برگ گل هم بسترم، با قید و بند از شرطها بیگانه ام. با رنج و با درد و عذاب خوشنود و شاد و شاکرم، در گیر و دار زندگی دائم تبسم بر لبم. با دوستان و دشمنان
خورشید گونه باورم. با هر شرایط در زمان شادی، با هر شرایط در زمان شادی به جا می آورم. با رقص و با بزم و طرب با مردمان هم یاورم. در هستی بی انتها از ذره هم ناچیزترم. ظلم و ستیز و کینه را هرگز به دل ناآورم. زشتی و سستی را دگر در این جهان نی باورم. بخل و ستیز و کینه را هرگز به دل نی آورم. بذل صفا و دوستی در کام دل برافکنم. با نخل زیبای خوشی پیوند بر دل میزنم. در محفل نامردمان عشق و محبت پرورم. من در کنار دیگران خدمتگزار و چاکرم. آن که کند بر من جفا من مهربانی باورم. حرص و طمع را برکنم، درویش و درویش پیشه ام. شعله عشق و عاشقی در این وجود افروخته ام. زنگبارهای فکر را دیریست خود برکنده ام. شادی و شور هجه کنم، غم را رهایش کرده ام. در گردش این روزگار تسلیم هر افسانه ام. در این جهان بیکران آزاده و افتاده ام. رخ بستن از این زندگی وارسته در هر لحظه ام. مشاهده بلتون گاهی تا صبح میخونید دیگه. چه حافظه‌ای. براو، واقعا براو براو. تبریک میگم بهتون. متشکرم. واقعا دستون در نکنه. چه رونقی دادین به این برنامه ما. چه حرفایی که زدین چقدر به دلم نشست و چقدر شایسته خودتون و نماینده شماست. این از صمیم قلب میگم. تمام این چیزایی که گفتین راجع بخشیدن ها، خدمتگزاری ها، دقیقی که به مسائل نگاه میکنین، خودتون اینا را نکنین. شعرها در مورد خودتون گفتین اصلا. این اولا شعر خودتون گفتین. بله. اوه مای گاد. بعد در مورد خودتون گفتین دیگه. دقیقاً دیگه. اوه چه من باید کلی فکر کنم که الان میگم چقدر این شعرها این صحبت‌ها بهتون وقت میکنه. اینی که خودم گفتم و ضمناً تا به امروز اینه که یعنی تا به امروز هستم و خدا کنه از خدا میخوام که این نیرو رو به من بده. این چند سوای هستی که در حیات هستم همین فرم باقی بمونم، لغزشی پیدا نکنم. و من با خودم مرتب یک مناجات یا گفتگویی دارم. مرتب میگم ای هستی لایتناهی، سپاست میگویم، از تو میخواهم که کمکم کن منشأ خیر دیگران باشم. هر لحظه شکرگزار نعمتهای بیکرانت باشم. همیشه تسلیم به رضایت باشم. آفرین. همینطور هم هستش. از خبط و خطا و لغزش در امان باشم. هر لحظه شکرگزار نعمتهای بیکرانت باشم. موجب خوشنودی و خوشبختی، سعادت و رستگاری، شادی و شادمانی انسانها باشم. مسبب و عامل وصل دوست و دشمن و بیگانه باشم. براو. و من جناب هاشمی عزیز معتقدم که همه ما با یک همچین تعهداتی، اهدافی به این دنیا میاییم. دقیقاً. واقعا معتقدم من. یعنی یه بچه کوچولو اولین بارهایی که بتونه کلامی تکرار کنه، صحبت کنه راجع به عشق و محبت و خدمتگزاری و رسیدگی به دیگران و همه ایناست. من یادم بچه که کوچولو بودم، فکر کنم دقیقا نمیدونم 6 7 سالم شاید بود، میگفتم من که بزرگ شدم میخوام 50 تا ماشین شخصی بخرم و همه یکی بدم. از این یکی خندش میگیره از این، ولی واقعا اون نشون دهنده چیه که من که بزرگ شدم میخوام ببخشم، بدم، خدمت کنم. البته بزرگ که شدم پدر همه رو در آوردم، همه چی یادم رفت، چی بعد از همه چی رو گرفتم. خیلی رک بهتون میگم، شرم شده بودم. ولی ما
واقعا از بچگی با این مسائل به دنیا آمده. دقیقا. شما خیلی جالبه که الان 70 سال تو شده ماشاءالله، الان هنوز همون بچه هستیم. یعنی همون خدمت رو میخواین بکنین، همون میخواین در راه پروردگار خدمت گذاری کنین. آمریکایی ها میگن making a difference که تو فوروم هم ما اینو یاد گرفتیم. ما شنیده بودیم که ما به دنیا میایم که make a difference بکنیم، دقیقاً تاثیرگذار باشیم، ولی به خاطر اینکه مشغول کارهای خودمون میشیم و بعضی مثل من و همسر من میریم به طرف حتی تاریکی، سیاهی، قمار، مواد، مشروب، دیگه نه تنها خدمتی نمیکنیم بلکه آسیب رسان هم میشیم دیگه. حداقلش اینه که کسان دیگه که به مسیر ما نمیرن آسیب هم نمیرسونن، حداقل فقط میشن برای خودشون. خیلی بخوام بزرگواری کنم برای خانواده خودشون خانواده. شما نه، شما میدونم چه کارهای اونجا میکنین، دیدم چگونه چقدر خدمت کردین با ما که اومدین لایک اراهد اونجا، چقدر همیشه آماده بودین هر جور خدمتی بکنین، میک دیفرنسی که تو جامعه میکنین. الان اینجا اومدین این موقع این همه راه که پیام برسونین. من میدونم فردا هر کی بگه یه تلویزیون دیگه هم باشه، یه برنامه دیگه هم باشه میرین. چرا میخواین که همون خدمتگزار و حامی پروردگار باشین؟ این خدا رو در خودتون تجربه میکنین، میخواین اون رو سهیم بشین با دیگران. من میخوام اینو بگم که عمل و عکس العمله. یعنی زندگی اگر ما اینو باور داشته باشیم که خیلی عامیونه گندم میکاریم، گندم درو میکنیم، تمام انسان ها بر این باور اگر برن جلو همه بهشت برین میشه. آفرین. یعنی اگه گندم میکارین گندم میگیرین، ولی همه فراموش میکنن که بابا این به این زیبایی گفته شده ما اگر باد بکاریم امکان نداره طوفان درو نکنیم. امکان نداره. خب منی که میبینم خب محبت به مردم میکنم و لذت میبرم، میدونم که این محبت کردن جای دوری نمیره. نه درست برمیگرده به خود. در من حالا نه مذهبی هستم نه دینی، به تمام ادیانم احترام میذارم. یه قرآن میگه برگ درختی که از آسمون میریزه بدون حساب نیست. خب وقتی که اینجوری هست ما چیکار میخوام سر کی رو کلا بذاریم؟ میخوام فرضاً کاری که میامینین شنیدین طرف میگه من محبت میکنم بدی میبینم، بشکنین دست که نمک نداره. هر چی میکنم نمک نداره. این محبت نیست، این مهرطلبیه. محبت میگه من گاهی اوقات معیارهای جهانی رو تغییر میدم. اون شعری که میگه تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت در یا باز. که میگه من شیرجه میرم و در میرم، اون نیست. اون هیچ کدوم اونا نیست. اون که میگه که ایزد در بیابانت، اون انتظاره، توقع. تو نیکی میکنه در دجله انداز مکن روزی طلب ایزد دهد باز. نه دادی بر زبان آور، نه فریاد، نه قیدی و نه شرطی و نه آواز. یعنی بدون قید و شرط دقیقاً خدمت رو بکن. برافو. اگر قید و شرطی باشه میشه مهرطلبی. که متاسفانه ما معیارهای مهرطلبی رو، محبت رو قاطی میکنیم. به همه میگیم آره من محبت کردم ولی نتیجهش چیزی دیگه دیدم. این محبت نبوده. اگر محبت کردین یعنی هیچ کسی انتظار نداشته باش که تشکر کنه. حالا ببخشید این فرمایشتون، من نه تنها اینو قبول دارم، فکر کنم واقعا فلسفه خوبیه. من اعتقادم دارم که ما این محبتی که میکنیم به خاطر رضای خاطر خدا میکنیم. 100%. یعنی انسان خوبیه، انسانیه که عشق میکنه، لذت میبره، عشق ورزی رو دوست داره، عاشقه و میخواد محبت بکنه و وقتی خوب این کارو میکنه خودش لذت میبره. واقعا من همیشه به بچه‌هایی که
با ما بودن 5 سال 10 سال 9 سال، شما چند تاشون دیدین که منشون لیدرم بودن توی لیک اروهد صحبت میکنم. اونا بعضی موقع تو صحبتاشون دیگه خیلی محبت دارن به من و میگن سیامک تو این کارو کردی به خاطر توست که ما تمیزیم پاکیم. میگم نه دوست عزیز، واقعا اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. من اگه 5 سال پیش که تو اومدی پری من هنوز داشتی عذاب میکشیدی، من هر کاری تونستم وظیفه‌مو انجام دادم به خاطر که این به من احساس خوبی داد. من آدم وظیفه شناسیم، من دوست دارم خدمت بکنم، من دوست دارم قانونی که به من میدی در ازاش بتونم خدمتی که بهت میگم بکنم و تو آمادگیشو داشتی گرفتی. یعنی من هم پولامو گرفتم، هم عشق کردم، هم لذت بردم، تو هم زندگیتو گرفتی. هیچکی به هیچکی بدهکار نیست، هیچکی دینی نداره به کسی، متوجه هستی؟ یعنی ولی یه بار عاطفی شما اینجا کسب کردین، اون خیلی مهمه. عاطفتاً بله. خب یه بار معنوی روحانی اونها خیلی ارزش داره و لازمه که خدمتون بگم شما هم که از یک مسیری کشیده شدین به اینجا، این خیلی ارزشمنده. منی که نه اعتیادی داشتم، با اینکه با تمام شخصیت ها، با هر گروهی که در این چیزا بوده من بودم. یادم میاد 20 سالم بود، رفته بودم در یه کافه در تهران که آقاسی هم میخون، ماهیچه کافه سهیلا که ماهیچه معروفی هم داشت، رفقا همه مشروب خوردن. من مشروبم دوغ آولی بود. وقتی که اومدیم بیرون ساعت 1 صبح بود در لال 1009، من مسگیری در آوردم از اونهایی که مست واقعی بودن. من بیشتر مستر بودم. اینی که با این برنامه ها من با تمام اینها بودم و خب خواست خدا بود که من اینجوری بیام تا به امروز و از این دستاندازهایی که در زندگی هر شخصی هست پیروز در اومدم. ولی شما که برگشتین، من با باور من شما خیلی ارزشمندتر از منی که هیچ کاری نکردم الان پلو هم نشستیم، شما با ارزش ترین. به خاطر اینکه این مسیری که یعنی شما در یک بره از زمان قطعش کردین، این خانمانسوز و این برنامه‌ای که واقعا خیلی کسا رو به مرگ کشونده، شما نجات پیدا کردین و دیگران رو الان دارین نجات میدین، این خیلی ارزشمنده. من به عنوان یک شخصی که خب اصلا گرد اینا نبودم، یک احترام خالصی به شما و امثال شما که برگشتین و محکم و استوار ایستاده این، من احترام میکنم. مثل دوستمون دکتر شمسیان عزیز، آقای داریوش اقبالی، دقیقاً امثال اونا که اینقدر خدمت میکنن، واقعا ما هم در کنارشون خدمتگزاری میکنیم. و برگردم به صحبت اول من که این خدمتگزاری، این میک دیفرنس کردن، طریقی که ما میکنیم به من خدمت میکنیم و طریقی که شما میکنین به شما خدمت میکنیم. من منظورم این بود که شما هم دارین خواسته دلتون انجام میدین، چون شما پر از عشقین، عشق میدین، عشق میگیرین، حال میکنید، لذت میبرید، شما رو مست میکنه به قول خودتون. منم همینطور، منم این خدمتی که میکنم عاشقشم، این کارو میکنم و لذت میبرم از این کار. حالا بعضیا از این خدمت، از این برخورد من، از این تعهد من استفاده میکنن، اونا هم یه چیزی عایدشون میشه دیگه، چه بها. ولی اگر هم نمیشه دیگه به خودشون بسیده. چون خیلی رو من میشناسم که بیمار من بودن، الان 6 متر زیر زمینن. حقیقتا باید گفت دیگه کارش نمیشه کرد. من نمیکنم برای اونا، من هیچ نمیتونم سرزنشی برای خودم قبول کنم. و اونایی که الان دکتر شدن، وکیل شدن، زن و بچه از هر لحاظ ماشاءالله بچه خوب شده، اونا به من ربط نره. من در هر دو صورت عشق
بازی کردم، عشقمو ورزیدم و لذت بردم. و شما این کارو میکنید. من شما رو دیدم در حال خدمت کردن، من شما رو دیدم در حال پارتیسیپیت کردن، شرکت کردن. اون روز که توی لکر بودیم، شب اولم بود، همه خسته گفته، نه شب دوم ببخشید، دیدم شما چی ماشاءالله اون وسط داریم میرقصیم، چه رقصی، این چقدر به دیگران تشویق کرد. ما اگه شما نبودین به امکان قبل یه ساعت زودتر همه میرفتن، ولی به خاطر که شما اون وسط بودین و این انرژی رو داشتین، سهیم میشدین که خود شما داشتین لذت میبردین از این کار، دیگران لذت بردن. اقلا 30 نفر دیدم دارن میرقصن با شما، دور برای شما، همه به قول معروف صف گرفتن که بیان جلو با شما برقصن، چون تحت تاثیر این همه شادی و لذت شما و تعهد به سهیم شدن آن با دیگران بودین. راجع به رقص فرمودین، من موقعی که آخر هفته ها میرم تو دیسکو، وقتی که اون دیسکوهایی که ناشناس هستن برای اولین بار میرم، از اون دم درش مردم اون بانسر و اون افراد چپ چپ نگاه میکنن. بله خب دیسکو یه بازرس اومده بازرسی کنه. اصلا یعنی یه تیکه ناجوریه واقعا. اگر همرنگ اونا بودم یا مو سر منم با اونا میخون بازم چیز بود. اصلا تمام کلن مثل یه بزگر. شما خیلی مطمئنم جنتل اینطوری میری، خیلی شیک و بله. اونا همه مثلا با جین میان و چپ چپ نگاه میکنن. این کیه؟ اون دختر پسرها همینجور به هم دیگه علم و اشاره میکنم، میبینم. بعد به محضی که من یه تکون میخورم، اینا دوره یعنی اون دیسکو تکونش میدم، به اون چیزی دوره میزنم و دونه دونه اشتیاق پیدا میکنم بیان با من برقصن. و تا حالا من حریفی پیدا نکردم که مولا خانم اینجا ما بهشون خواهیم گفت یه روزی مولا خانم حتما بیان که دقیقاً حریف شما میشن ببینیم. و من پارسال بود که با یک جوانی 15 ساله در دبیرستان هم بازیکن واترپولو بود و ساکر. من داستانش شنیدم. این مسابقه گذاشتیم در دینا پوینت، پله بره. بله 118 تا پله. من 2 بار از این جوان که یک سر و گردنم من بلندتر بود بردم و 1 بارم ایشون. الان 2-1 جلو هستیم و هنوز پله میرفتیم بالا بیبدیم، ولی هر کی زودتر تموم میکرد. نه پایین، نه فقط از پایین میرفتیم بالا، هر کی زودتر میرسید بالا. حالا الان برنامه رو یه مقداری سخت‌ترش کردم، یعنی 118 تا رو که میخوام برم. حالا هر جوانی که میخواد اینو میتونم بیام با شما تماس بگیرم، یا ممکنه من شماره‌مو اگه امکان باشه من شماره‌مو بدم که اینها با من تماس بگیرن و برنامه بذارم. این 118 تا پله رو بریم بالا و 20 تا بعدش پوشاب بزنیم. اینی که خلاصه من آمادگی اون رو دارم، با کمال میل این برنامه رو انجام بدیم. من شماره رو با عزتون میدم. دوستانی داره این دوست ما جنب هاشمی داره شما جنب اونها رو چالش میکنه که شما که به خودتون مینازین 30 سالتونه، 25 سالتونه، 35 سالتونه، 40 سالتونه که نصف سنشون تقریبا میتونین باشین، اگر میخواین مسابقه پله بالا رفتن بدین، من خود دیدم ایشون، من پاهاشون دیدم ماشاءالله هم کوچولو اصلا بزرگ نیست ولی عضله انگار که مثلا ساختن عضله یکی اینجا عضله گوشه اینجا همه عضله‌ام برآمده از خیلی ماشاءالله واقعا آسون. من که کاملا تحت تاثیر قرار گرفته، چون رقصشون دیدم وقتی چه میرقصیدن ایشون با شلوارهای کوتاه، با شلوار کوتاهشون میرقصن، همه عضلات بیرون بود و همه خانم‌ها مونده بودن چششون شده بود 4 تا، گفتن این چه جوری تکون می‌خوره اینطوری چقدر بالا چه خسته نمیشه. من از امریکن گات تالنت خدمتتون بگم که موقعی که رفتم اونجا شما شرکت کردید؟ بله. رفتم اونجا
خب یک صف طولانی بود، حدود اون روز 1000 نفر اونجا بودن و همه جوان. پیرتنیش من بودم و البته ممکنه مثلا پیرم باشن میان موسیقی میشینن، بله، ولی اون فرم، اون چیزی که من میخوام برم رقص رفته اصلا، بله رقص. و آهنگی هم که انتخاب کرده بودم بلیجین مایکل جکسون بود و اون برای من اسلو بود. به دیجی گفتم این بیسشو ببر بالا، برد بالا، گفت دیگه جا نداره، یعنی سرعت بهش بده. خلاصه با اون من رفتم اونجا. کاش که فیلمش آورده بود نشون میدادی. والا اون خود جون 23 جون گذاشتن در همین جوری که گذشت چند ماه پیش بود تو کانال 4 NBC گذاشتن. تو قسمت اون شروع اولش گذاشتن. بعد اون وقت موقعی که من اونجا یک سری بودیم، رقص منو دید، 4 تا دیگه بودن که رقص‌های مختلف میکردن. موقعی که اومدیم از در بیرون به من گفت تو اینجا بیست. اونا رو رد کرد، بعد منو گفت میری پیش اون اکزیکیوتیو همین کار رو انجام بدی. رفتم 10 تا میز قطاری بود نشسته بودن، بعد یک تلویزیون کامرای بزرگم از پشت سرشون به استیج بود. منم چیزم دادم، این UPS رو دادم که آهنگ پخش، بله آهنگو پخش کنه. اول سوالشونم چند وقت اینجایی و از کجا هستی؟ من گفتم 19 ساله و ایران. به محضی که اینو من گفتم یکی از اینا سرشو اینجوری کج کرد به یکی از این افراد، نگو یکی از این جوریا ایرانی بودش. تو رو خدا جالب. چون که به غیر از اون، ولی من دیگه اصلا دقت اونو نکردم که اونو ببینم، میخواستم اون برنامه رو انجام بدم که انجام دادم. همون جام پام پیش خورد ولی کارمو کردم. یعنی اون رقصی که انجام میدم عقب میرم و بومباک هم میکنی؟ نه اونو کاری که من میکنم نشسته میگردم. مثلا مایکل جکسون ایستاده میگرده، من نشسته میگردم. بعد اون کاری هم که من میکنم مایکل جکسون نمیتونه انجام بده، چون روی پاهام خم میشم، با کمرم تقریبا 15 اینچ با زمین من فاصله پیدا میکنم، خم اینجوری، بله اینجوری قرار میگیرم. اینه که خلاصه اونجا که فیلم برداری کردن من رفتم یه مرحله دیگه، باز اومدن دنبالم، گفتش که بیا بریم توی مردم که منتظر بودن. گفت اینجا باید برقصی. گفتم خب آهنگ چی؟ گفتش که بدون آهنگ. من برای اولین بار بود که خب تو اونجا بدون آهنگ. خلاصه که همون رقص رو در گذاشتن تو تلویزیون. من رقصیدم انواع اقسام، بابا کرم دیگه، خارجی، همه جور بدون آهنگ. حالا شما حساب، بله فیلم برداری کردن. بعد یه بازم فیلم برداری دیگه انجام دادن. منو بغل یک بچه 6-7 ساله گذاشتن، بعد گفتن 61 سال اکسپریانس از من رفت رو اون بچه. اینم فیلم برداری کردن. بعد اون وقت گفتن خیلی خوب دیگه کاری با شما نداریم. ولی هنوز خبرتون نکردن؟ نه دیگه. آخه اونجا متاسفانه